یک مدلی ریشه دار است. چون که می‌بینید در طرف چپ ریشه داریم و خیلی هم مشکل میتابد و در طرف راست باشه 5 تقسیم x. یعنی این مدل چند ریشه داره میپرسد. برای این رو کار کردن بیاین اول یک چند قاعده عینیت رو با خاطر بیاریم و اونها رو من استفاده میبرم. بیاین فرق کوادرات عددی کوادرات ها، یعنی این مدل رو، این عینیت رو استفاده میبرم. این چی است؟ a مینوس b و a پلوس b. در ریشه چه استفاده میبرم؟ ما این خیلی نوشته میتونم a مینوس b. در اینجا ریشه است، ریشه a مینوس ریشه b، ریشه a جمعی ریشه b، یعنی هر دوش یک چی است. باز برای کار کردن یک چی رو میکنم. بیایم برای آسان‌تر شدن طرف چپ رو ساده تر کردن، من x جمع 5 رو همچون a گیرم، یا اینکه ریشه a اگر خواهید برای نفسر کنم ریشه a x 5 مینوس x رو همچون ریشه b و بعد کار کردن رو سر میکنیم. برای بسیار ننوشتن ریشه ها رو اول چیکار میکنیم؟ طرف چپ رو ساده میکنیم، فقط طرف چپ، طرف راست رو من نمیرسم. بیاین از ننویسم چی میشود؟ بعد ریشه a از جهت سادهش ریشه a جمع ریشه b کاتیکاس ریشه a مینوسی ریشه b. طرف چپ رو فقط کار میکنم، ساده میکنم. برای ساده کردن من مخرج رو حرکت میکنم، b ریشه نویسم. برای b ریشه نویسم من هم صورت و هم مخرج رو با چیزار میکنم. برای این عینیت رو استفاده برده توانستم من هر طرف رو با ریشه a جمع ریشه b، ریشه a جمع ریشه b، هر طرف رو با این ضرب برای استفاده برده توانستین این عینیت. همه کار برای همین. برای چی فکر کردین؟ برای نپرسم. یعنی وقتی بسیار مثال کار میکنیم این همچون میباید فایده، همچون متد برای کار کردن، روحی حلی کار. و اکنون بینید مخرج از هر دمی عبارت است از همین عینیت. یعنی مخرج چی میشود؟ a مینوس b، یعنی برای a مینوس b گفته میتونم. سرعت چی؟ این همچون فرمول a جمع b در کوادرات است. یعنی ما اینو ساده کنم این میشود a جمع دو ریشه a b پلوس b. در صورت همین چی میشود؟ یعنی اگر پرسین از کجا نوشتم، یعنی دیگر رقم رو انتخاب کنم، سروپ رو برای عینیت رو نوشتم، این عینیت رو استفاده بردم جمع b در کوادرات، یعنی این میشود a کوادرات جمع 2ab جمع b کوادرات. و اکنون نویسم b a و b فقط با همین ریشه ها که x جمع 5 مینوس x. a من چی بود؟ x جمع 5 می نویسم. a برابری رنگی کبود رو انتخاب کنم. a من از اکنون جای a این a چی می نویسم؟ x جمع 5 پلوس 2 و در ریشه چی می نویسم؟ a x جمع 5 بود، b باشد 5 مینوس x. مینوس x و b چی است؟ جمع 5 مینوس x. کسری در راست، کسری در راست و در مخرج چی دارم من؟ x جمع 5 مینوس 5 پلوس x می شود. یعنی مینوس b مینوس 5 پلوس x و این همش برابر است به 5 تقسیم x. اکنون بیایید ساده کنم. چقدر ساده می شود؟ بعضی چیزا اختصار می شوند. اختصار شما با سرخ اگر اشاره کنم x با x می رود.
5 با 5 می رود و چی باقی میماند؟ در بالا 10 جمع 2 و درونی ریشه رو نگاه کنید. این فرقی با ضرب فرق این عینیت رو استفاده برده میتونم و این چی میتونه به ما 25 در ریشه 25 مینوس x کوادرات. شما میتونید ضرب کنید میبینیم همین چی میبراید. خط کسر چی برابر است؟ فهمونم برابری رو طرف برابر بسیار شد. 2x برابر است باید 5 تقسیم x و از اینجا میبینیم من با اختصار کرده میتونم چقدر اختصار میکنم x رو میروم هم در مخرج یک خط است اینو اختصار کرده میتونم و چیکار میکنم تناسب ضرب تناسب اگر اجرا کنم این میشود در جمع 2 در ریشه 25 مینوس x کوادرات برابر است به 10 یعنی 2 با 5 رو ضرب کرده. اکنون در هر دو طرف چی است؟ 10 هست و اختصار میشود این چی برابری 9 میشود و این به چی برابر میشود؟ ریشه 25 مینوس x کوادرات هر طرف را اگر به 2 تقسیم کنم یا 9 و 2 9 برابر میشود و از اینجا نگاه کنید درونی ریشه 9 این چی معنا دارد؟ 25 مینوس x کوادرات برابر 9 است. از اینجا x تو ریشه دارد پلوس یا مینوس 5. سنجش گذرانده میتونیم بیاین سنجش گذرانیم سنجش کنیم. چقدر سنجش میکنیم؟ از جای x همین عدد ها رو میمونم آیا درست میشود یا نه. یعنی به سنجش همینجا گذرانم چی میشه؟ x جمع 5 اول 5 رو مونم این چی میشود؟ ریشه ده جمع ریشه 9 خط کسر باز چی بود؟ ریشه ده مینوس ریشه 9 باته ریشه ده مینوس ریشه 9 این برابر است یا نه به 5 تقسیم 5 سوال همین است. چقدر میبینیم ریشه ده ریشه 9 است این یک میشه طرف چپ یک میشه طرف راست هم یک درست است. برای x برابر مینوس 5 باز بار همینجوری استفاده برای چی میشود؟ ریشه 9 جمع شد ریشه 9 جمع 5 مینوس x بود 10 میشود تقسیم ریشه 9 مینوس ریشه 10 این برابر است یا نه به 5 تقسیم مینوس 5. چقدر که میره اینا 9 مینوس هست اینجا طرف چپ مینوس 1 میشود طرف راست هم مینوس 1 یعنی جواب این هم درسته. یعنی از اینجا چی معلوم میشود؟ مدلی ما دو ریشه دارد.